نشریات ارگراف درامای دعوت نوسر عطا میرخواجه را به چاپ رساند. آن به ازار 20 سالگی نابغه مشرق زمین، شاعر و متفکر بزرگ تاجیک نوسر خسرو قبادیانی بخشیده شده است. درامای دعوت نوسر از 2 پرده و 6 نمایش عبارت بوده. سال 1994 به مناسبت 1000 سالگی نوسر خسرو نوشته شده. خود همان سال سزاوار جایزه آزمون دراماتورگان جمهوری گردیده بود. متن دراما از جانب مؤلف تکمیل و تحریر یافته بار نخستین در شکل کتاب به خوانندگان پیشنهاد می‌گردد. محرر کتاب دکتر علم‌های فلسفه کرامت الله عالموف میباشد. در معرفنامه دعوت نوسر گفته می‌شود که مؤلف در این اثر ضدیت‌های داخلی دولت سلجوقیان و تأثیر ناگوار آن به سرنوشت نوسر خسرو روشن اندیش را به رشته تصویر کشیده است. نوسر خسرو قبادیانی سال 2004 در شهر قبادیان که در قسم جنوب تاجیکستان امروزه جایگیر است به دنیا آمده است. نوسر خسرو ابتدا در زادگاهش و سپس در بلخ تحصیل کرده. الکی در سالهای 30 عصر 11 همچون شاعر و عالم زبردست نام برآورد. نوسر خسرو سال 1045 به سفر برآمده از عراق و عربستان و مصر بازدید کرد. او در جریان همین سفر که 7 سال دوام کرد به مذهب اسماعیلی رو آورد و بعد بازگشتش به تبلیغ همین مذهب مشغول شد. او به این دلیل تحت تعقیب قرار گرفت و به دره یمگون واقع در حدود ولایت بدخشان افغانستان امروزه پناه برد و تا دم مرگش در سال 1088 در همین جا به سر برد. اکثر اثرهای خود را نوسر خسرو در یمگون تألیف کرده است. نقش نوسر خسرو در مذهب اسماعیلی را پذیرفتن ساکنان بدخشان بزرگ دانسته می شود و اسماعیلی های بدخشان نوسر خسرو را همچون یک پیر طریقت مذهبی خود ارج و احترام می گذارند. همچنین یک نویه در جنوب تاجیکستان به شرف این متفکر بزرگ نویه نوسر خسرو نامگذاری شده است.